روژک وکه ایروده د 22 چلیا سال 1946 یکمین کمار کردی لسر آسا دیروکا کردی لروجالات کردستان کشعالی سروک کمار قاضی محمد و وزیر براوانیا کمار نمر ملا مصطفی برزانی هاتا راگاندن. کمار مهاباد د قادا چارچرا لپایتخت کمار لباجار مهاباد ی روجالات کردستان هاتا راگاندن. لیبتنی 11 حیوان بردوام کرد و داگیرکرین کردستان او کمار هلوشاند و روخاند. و بلداروکرنا سروک کمار قاضی محمد دسی آدار سال 1947 لهمان قادا کوهاتیا راگاندن هاتا ترور کرن و بویه که کمار مهاباد بداوی هات. لگور جداران دبیجن که دامزراندن کمار مهاباد ده انجام ناکوکی نوبارا ایران و یکیتیا سوفیت و ولایات امریکی هات راگاندن و تاوی که ایران راگاندو بو که او بجداری دشار جهان یا دویم ده ناکه لحیزن یکیتیا سوفیت کتا نافخاکا ایرانه ده و بحانیا سروک یکیتیا سوفیت جوزیف ستالین او بو که شاه ایران رضا پهلوی پیشگیریا هتلر دکه. ده انجام وی دستیواردانه ده رضا پهلوی برای خدا ولاتن سرگونیه پشترک کری ویل شونا رضا پهلوی ده هاته بجه کرن. هرچو ارتشا یکیتیا سوفیت دستی خودانی سر باکور ایرانه و هیویا ستالین او بو که هجمون خواه دریا دامزراندنا کیانان لی ایران برفرهتر بکه. جدرین دیروکی هروها سربار دکن و تکز دکن که دوی دمیده کردان او درفت جخورب کارانی و هر دو نمران قاضی محمد و ملا مصطفی برزانی کمارا مهاباد 22 مهیده راگاندن. لجبر فشارن کوشاه ایران لسر ولایت امریکی کریه و امریکا برولا خواه فشار لسر یکیتیا سوفیت کر ده انجام ده ارتشا سوفیت جناو خاک ایران وکشیان. پشتی 11 حیوان جدامزراندن کمارا مهاباد حکومت رژیم ایران کمار هلوشاند و قاضی محمد لقادا چارچرا دسی آدار سال 1947 ده لدار وکر و هزن پیشمرگه به سروکاتیا برزانی نمر برف حریم کردستانی و وکشیان و خونا کردان دوی کماره ده هاتن چلمساندن و شکاندن. در ساله که جروجا 22 ماه چله کردن چارپارچه کردستان و روژا پیروز به بیر خواتینن روژا کوته ده کماره برومت هاتیا راگاندن و همو نفش بشانازیه که پرمزن و روژه بسر بلندی دنرخینن. و هر دم هیویا کردان اوه که کماره که وها ور راگاندن دیده کرد خواه بکینن مرم و ارماجن خواه. دولت کی سر بخوا لجر ناو کردستان مزنده به سربستی و آزادی و بدستخستن مافین خود بجین.